دوستان آمده سلام با شما هستم من محمد شریپوف. مهاجرانی که در مسکو و مسکووسکی اوبلاست قرار دارند، کمپانی که من به شما توصیه میتونم به غیر از آنی که شما رو با ماشین های زمانوی دارای وای فای بی پول با گرانیتای قزاقستان برده میآورند و باز با یک چند قطار مشکلی های شما میتوانند کمک کنند، مثل گرفتن رجیستراسیون، پاتنت، تفتیش کردن زپره، کمبودی با گایا شود خجون حل میکنند. البته با خواهش شما میتونن که شما رو بیان ای خونه‌تون و یا اینکه استانسیای مترو شما گرفته برند. اگر 500 روبل اسکیپ خواهید اینوم کانال اسم شریپوف سلام رسونید. بله چند وقت بود که من ویدیو نکرده بودم. همه سبب داره برادرو، کانال удалید نمیشوه و من بلاگر باز کرده نیستم به تشویش و همه ما میدونیم که چی کاری که نباشه اویله در جای یکمه. همه را شما باید بدونین، مثلا او بلاگریه، او ویدیو کنیه، او کاری شخصیه، چی خیلی کاری که نباشه کاری دولتیه، چی خیلی که چیزی باشه نباشه اویله پیش از همه در جای یکم میسته. یکم تا پرابلم اویله بود امرو برطرف کردیم ان شاء الله. هیچ پس ویدیو چون هر وقت شیدن میگیره به تشویش باشین و کسی که ابونه نیست ابونه شوین. هیچ پس ویدیو شیدن میگیره چون هر وقت و وقتی که من مثلا پرابلم داشتم ویدیو نکرده بودم، بسیار کارو بسیار واقعا گذشته من در کانال دیگه برادرو تماشا میکنم. از همه واقعا دهشتناک همین بود که یک خواهرچه 5 ساله ما هم خیلی کار سرش گذشته. من مثلا شرط نیست که من با زبون بیارم، برای که هر یک ویدیویی که هر یک گپی که همین واقعه و همین حادثه را با یاد پدر و مادر همو دخترچه میرسونه، با پدر و مادر یک بگیم یک ضربه است، یک سخت یک ضربه سختی است که مثلا چه خیلی شما بر تصور کنین که یک کاری دهشتناک مثلا در نزدیک شما گذشتگی یا که سر شما گذشتگی و یا آدم همو را باز پیش نظر شما میاره، هر روز با هم را پیش نظر شما میاره. همین سبب برادرو من نمیخوام در باره گپ بزنم یا که همین سبب ما مثلا در ویدیو هم نام همین موضوع را نمیمونم تا که همین دردی همین برادر مثلا با سختتر نکنیم، ده همون غم این برادر زیادتر نکنیم، در همین باره گپ نزنیم خوبترش و چی کاری که شید ما باید به الله بگذاریم. برای همین برادرو مثلا آدمی که همین کارا کرد، همون بدبختی، همون آدمی دوزختی که همین کارا کرد، اگر مثلا گسودارство و دولت مثلا نخواه که مثلا هم دولت روسیه نخواه که همین اگر مجازات کنه نمیکنش. اگر ما چی کاری که کنیم نکنیم، چی نمود داده که بزنیم اگر که نخواه مجازات کردن نمیکنش. ای دست یک ما ای دست بلاگرو یگان کار نمیاد، نه که او حتما مجازات میشوه و تسای او را حتما مجازات میکنن. شما یگان به چیزی نکنین، علاقه نکنین. مثلا همه آدمی که همین کارا کردگیه یک چند بار دیگه هم خیلی حادثه را مثلا یک چند بار دیگه هم خیلی حرکت کرده بوده که هم خیلی حادثه را ایسر بگذرونه. اما همسایه‌ای که دیدن همین کارا مثلا مراجعت کردگی بودن، участковой دا مراجعت کرده بودن، همون участковойایی که همین کارا به نظر جدی نگرفتن همو را هم رای کار راندن، همو حاضر زیر نظارت های. نه که برادرها پیش از همه ما باید فراموش نکنیم که ما کیم؟ ما مسلمانیم. یعنی که اگر آدم گناهگار، آدم زیناکار، آدم چیکاری که نباشه در این دنیا، در دنیای خودمون جزای دنیوی نگرفت، در آخرت حتما جزای خودش میگیره. هم خیلی هست؟ بله هم خیلی هست. برای هم برادرها بگذارین، برادری که هم خیلی نخوشی ایسرش گذشتگی مونین غمی همو را با رو نخیزانین رو برو. همین خواهرچه را خدا رحمت کنه و جاش جنت بگردونه و با پدر مادر هم خواهرچه خدا صبر عطا کنه. دیگه دست ما و شما یگان کار نمیه بغیر از یک هفته. همین کارهای همجنسگری، این کارهای چه بگم ده بدترین کار اگر بدترین کار اگر ایرا بشماریم ممکنه برای که یک پرابلمای سریوس، یک پرابلمای جدی به سر جامعه میره. برای چی مقصد که بعضی همجنسگرا هم خیلی مثال میگن که مثال خیلی همجنسگر با همجنسگر کار داره، دیگه آدم در کار نداره، خیلی مثال ما با کی چی میکنیم ضرر میرسونیم، ما رامونه به حال خودمون بریم. نه، شما ضرری ذات آدمین. اگر شماره شما زیاد شوه ذات آدم نابود
نابود میشود. یعنی که یک وریانت با آخر رسیدن دنیا شماین. یا با شما تصور کنین که نیمی شماره دنیا همه همجنسگر باشه. نسل یک جا پیدا میشه. همه کسل میشن، همه سپید میشن، همه چی میشن ممبرین میرن. Ay Hudаш qal. Be. Nasıl? Yavaş. De onu. Da durunca vura. Da durunca vura. Галубоя. Хамаша съемка когда ги? Девчонки по улицам ходят. Родителей нет у вас? Подарок нет? И все, рот закрой, идиотка! Хурматку! Вот это хурматку! Хорошо, съемка какая? Улыбочку. Съемка все? Bugün еще ты. Эй, Любчики Галубоя! Это парень! И что? Курсы или стриптиз распекта? شما یه بار تصور کنین که خدا نشاناتی که وس کره زمین همجنسگر شود. همون کسی هستن همت ممبرین به همین تمام. مثال یک همون همجنسگر به خودش یک شرم داشت، یک ایزا داشت، یک چی داشت. نه اینکه خیل ببره در قد راه شما یه بار تصور کنین که همجنسگر بچه مثال با لباسای دختری با سمکه و جواهرات دختری برآمده نمیدونم و دیسک کلوب رفته کجای رفته قطعی دخترا او دختری که خودش جنگ کرده است پرنش گرفته چی گرفته خیلی من نمیدونم سبب جنگ یا د چیه ایده گلوبال پرابلم دیگه نمیشه برادرو در قد راه در مبین شهر خسته گروه دخترا با یک همجنسگر جنگ کرده است و همجنسگر چیز جورش در زمین چشیده است ایشیشه داش نام داره ایشیشه در نمیشه البته که ممکنه که یا کلوب برآمدگی باشن خیلی در نمیشه چیکار میکنی در قدیره با دختره که همجنسگر چیکار است یعنی که کار اسپیشال نبنوار گرفته یعنی که یک چند باری بچه را میپرسه که همش اومد همش دنوار اومد ما برادرها سخن در شما میتیم که در اینجا شما بنویسین که کی در اینجا پروفایل کی نی پروفایل مننی شخصی ما هر دش نی پروفایل هم جنسگرشم همین دخترشم برای چی باید ایشم نی پروفایل که خیلی خراشو میگه شما میگین جام جنسگرش خیلی هم جنسگر نی پروفایل ای دخترک چی بنی پروفایل این دخترک نی پروفایل برای کی بد اخلاقانه رفتار میکنه برادر در پناه خدا باشه خدا نگهبان همه ما و شما باشه خیر تا بازدید در ویدیوهای آینده